علیکم عزیزان دل. یک قصه کوتاه و حکر می باشد. انشاءالله که به شما معقول می شود. یک دوستم به من گفت اوچه جان من شبها من به نماز نیم شبه می خیزاند و به اوچه جانم گفتم اوچه جان من نخیزان، من خواب کنم و کمی راحت دنیا کنم. اوچه جانم گفت والله قسم من تو از خوابت برای راحت خودت میخیزانم. وقتی که به جنت داخل میشوی، یعنی به بهشت داخل میشوی، آنجا راحت دنیا رو میکنی. این دنیا دنیایی نیست، دنیا دنیای ابدی نیست. عزیزان دل، این اولین معلم یا اولین معلمه فرزندان این اوچه های ما می باشد و یا اینکه اوته های ما می باشد. و بعدم خانه ای که پدر و مادر خوب هست، خانه ای که از خیانت و غیبت داخل نیست، خانه ای که غیبت و خیانت نمی کند، آن خانه بهترین خانه می باشد. آن خانه فرشته ها داخل می شود، مهمان آن خانه می شود. و یا اینکه خانه ای که خیانت و غیبت می کند، آن خانه تنها شیطان داخل می شود. و یا اینکه غیبتچی ها داخل می شود، نه اینکه فرشته ها، نه اینکه بنده های مسلمان داخل می شود، تنها غیبتچی ها داخل می شود. عزیزان دل، به این خاطر از همه شما خواهش میکنم که تنها به خاطر آن دنیا فکر کنید، نه اینکه این دنیا چون ابدی نیست. این دنیا ابدی میشد، آن انسان های ثروتمند به خودشان مال و ملک و ماشین ها و خانه های قیمت بها با خودشان گرفته می بودند. لیکن تنها از این دنیا یک چیز به خودت میبری، تنها نام خودت بوده میتوانی خلاص. در این دنیا از تو فقط خوبی ها میمونه، لیکن این دنیا خوبی نمانده است و انسان ها خوبی نمانده است، مهر و وفا نمانده است. در آخر ویدیو یک ویدیو دیگر میمونم، حتما تماشا کنید. این بود قصه کوتاه که ما دوستان عزیزم. و انسان هایی که خواهش این خیلی قصه های خوب می باشد، به سامانه یوتیوب داخل شده و پایس نویسد صوفی زاده و به کانال ما داخل شده ابونه شوند. و یا اینکه از سلکه کامنتای و یا اینکه از سلکه اپیسن ویدیو داخل شده ابونه شوید. و انشاءالله که در آینده خیلی ویدیوهای خوب می باشد. الله نگهبان همه شما باشد دوستان عزیزم. دعاگوی همه شما می باشیم.